میگه در گور باشه. اسلام زنا را موقع داده بود. عیدا تیر شد، رسول الله امر کرده بود. ام عطیه رضی الله عنها میفرما که ما را پیغمبر امر کرد که در عیدا برایم حتی دخترای جوانی که در داخل خانه پرده میکنه اما در عید در دعای مسلمان ها شریک شود. چرا زنا ببینه منظر عجیب و خوشبختی مسلمان ها را، تعلیم برشان حاصل شود، بفهمه عبادت چی رقم میشه، کیفیت چه قسم است. امروز ما از اسلام معلوماتی نداریم. مردم وقتی که گپ میزنه تعجب میکنه مردم. زنا در نماز رفته بود، آیا در 5 وقت جماعت مسجد زنا حضور نداشتن؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نگفت که لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. شما بندگکای الله متعال از مساجد الله منع نکنید در صورتی که از فتنه مسئول باشه، با شرایط، با رعایت شرایط. اگر برای تعلیم دین میره بالکل درست است. ما بالکل را واضح گفته میتونم. یک دختری که ترجمه و درس قرآن کریم خوانده، درس حدیث خوانده، با یک دختری که هیچ نخوانده زمین و آسمان فرق داره در زندگی خود.